دوستای گلمون، امروز با اورهان اومدیم اینجا از این طبیعت خیلی خوشگل ویدیوهای قشنگ بگیریم، اینجا صحبت کنیم. تا یه تنوعی باشه، هم خودمون لذت ببریم، هم این که شما هم لذت ببرید. اینم اورهان. خوب شده اومدیم اینجا. عالیه، من بهت گفتم دیگه اینجا واقعا پیشنهادای تو عالیه، عالی. همیشه به خودم قول میدم که به حرفات گوش کنم. گوش میکنم نه؟ گوش نمیکنم. ولی بعضی وقتا میخوام گوش میگه گوش نمیکنم. بعضی وقتا مثلا میخوام گوش نکنم، بگم شاید اشتباهه، بعد میبینم نه. اصلا در مورد طبیعت بایستی آفرین. نه دیگه، تو طبیعت انصافا هر جا میری من میگم عالی. از بچه که گفتم مدرسه نرفتم طبیعت بودم. آفرین. آره دیگه، ماکو هم همش کوه به کوه گشتی دیگه ماکو رو. هیچی نمونده. آفرین. طبیعت کردید عالی. والا زندگی رو هم تو کردی مگه نه؟ بچه‌ها داداشم دانشگاه بودن، من مثلا ترکیه بودم. موقع مثلا اونا درس می‌خوندن شب و روز، مثلا من میرفتم تفریحی پیششون فرسن. آفرین. اونا دانشگاه میرفتن، کتاب و درس و مدرسه. من تهران رو مثلا میگشتم اونجا، میرفتم تفریح. یکی میگفت دیگه خوش به حالت، ما اینجا پدرمون در رو بست. الانم اینجوری هست یا دقیقاً تو عشق و حالی فقط. خدا رو شکر، خدا رو شکر. انشالله همیشه همه خوب باشن. آفرین. همه موفق بشن. وقت میگذره، زمان میگذره، فقط خاطرات خوب. کار بکنم فردا چی میشه، اون موقع میبینم واقعا فرصت ها از دست رفت. آفرین. الان خواستیم اومدیم کنار این طبیعت زیبایی قشنگ. اکثر من بیشتر موقع ها میان میگه. آره شما میای. خیلی قشنگه، خیلی سکوته. داخل جنگلیه. یه نفرم میاد از داخل جنگل. راست میگی، خیلی قشنگه. حالا جالب این گرازا هم که میان. آفرین. اون بره دیگه، اون بره جنگلم. تو هم عاشق اون گرازایی. آره اونا مال منن دیگه. هر کی میاد خونمون میبره اون گرازا رو بهشون نشون. وای خیلی باحالی، خیلی دوست دارم. باحال نگاه میکنی. سلام دوستای گلمون، من و اورهان اومدیم طبیعت. این دفعه یه ویدئوی متفاوت بذاریم. نمیدونین چجوری این گوشی رو ما گذاشتیم. البته یهویی بود. منم سلام عرض میکنم. آخه آب اصلا دیده نمیشه. نه آب دیده میشه، قشنگه طبیعت. چون ما از این واقعا نگاه میکنیم. آره طبیعت خیلی خوبه. انشالله امروزم بتونیم یه ویدیوی خیلی خوشگل و متنوع براتون درست کنیم با کمترین امکانات. یعنی هیچی نیاوردیم، فقط گوشی آوردیم و چند تا خوراکی آوردیم که اینجا بخوریم با آب. میخوایم در مورد همون زندگیمون که صحبت میکردیم بقیهش رو ادامه بدیم. کدوم قسمت بودیم؟ همون بحث مدرسه درسته. اجازه میدید بازم یه شعر بخونم؟ اومدیم دیگه این حرف رو راحتی دیگه. آره دیگه شعر بخونیم. اومدیم که تو طبیعت شعر بخونیم. ببینین هممون غم و قصه خودمون رو داریم. هیچ کس یه ذره بلندتر که بتونیم، چون هیچ کس نمیتونه بگه که من اصلا هیچ غم و قصه‌ای ندارم. اما اینکه چجوری باهاش برخورد کنیم مهمه. نگذار تو را غم بنشاند در بند، هرگاه دلت خنده روا داشت بخند.
خیلی وقتا خنده هامون رو حبس میکنیم مگه نه؟ اکثرا چون زیاد بلد نیستیم بخندیم. آفرین. بلد نیستیم. بعد یادم ندادن. یادمون چی گفتن؟ گفتن گریه کنیم بهتره بکنم. مرد نباید بخنده. آره مرد بایستی دهنش بوی باروت بیاد. صدای قهقه زن نباید بلند بشه. چرا؟ اما صدای گریهش میتونه بلند شه. آره خودشو بزنه، موهاشو بکنه. اینا آزاده، مهم نیست. آزاده، فقط آره. نخنده. متاسفانه اینطور ما بزرگ شدیم. آره دیگه بزرگ شدیم. بایستی یاد بگیریم بعد این بتونیم بخندیم. آره. ما هم سالها، البته این که میگم سالها، کلا ما آدمای شادی بودیم دیگه. بله. آدمای شادی بودیم و هستیم. بعد اینکه همش دنبال خدا بودیم. اگه یه مسیرایی رو اشتباه رفتیم راهو گم کردیم. همه آدما دنبال خدا هستن، همه راهو گم میکنن، ولی بعضی وقتا انقدر دیگه گم میشیم، خودمون، خنده هامون، زندگیمون یادمون میره. همون صحبت دفعه قبل دیگه، همون الان اینجا حاضر نیستیم یادمون. آفرین. اینجا نیستیم از این طبیعت. واقعا مثلا میایم بهترین جاها، جنگل، طبیعت، هممون اینو تجربه کردیم، اما در واقع این زیبایی ها رو نمیبینیم ما اینجا. بیا این دفعه ببینیم. وای چقدر خوشگله. فردا مثلا شنبه چی میشه، فردا بانک میای ببینی؟ میای؟ میخوایم یاد بگیریم ببینیم دیگه. بیا ببینیم. آره. دیگه یه تعریفی بکنیم از خوشگلیای اینجا. چه آبی، چه جنگلی، چه آسمونی، خدایا شکرت. همون بحث چیز بود دیگه، خروس و روباه، عجب دومی، سر و پایی. بازم در مورد مدرسه صحبت کرده بودی. عاشق مدرسه هم همینطور بحث میره طرف مدرسه. یاد دوران قشنگ تحصیل افتادی ها. من بایستی میبودم دیگه. میخوای اون ور برگرد صحبت کن عشقم. ها؟ فرق نمیکنه. صدام بهتره. آره صدات در نمیاد به خاطر حالا نمیدونیم صدامون چه جوریه، خونه معلوم میشه. نه صدا بهتره. اینجا تقریبا صدا کم نسبت به جای قبلی بود. حالا خب از کجا شروع بکنیم؟ دفعه پیش بحث مدرسه بود و چقدر عاشق مدرسه بودیم و من یادمه یه بار شما در مورد مدرسه‌تون میگفتیم ببینید ما فقط نمیخوایم خاطره بگیم، ما میخوایم اون تجربه هامون رو که باعث شدن خودمون یه چیزایی یاد بگیریم اونا رو هم بگیم که دوستانی که نگاه میکنن حداقل یه چیزی دستگیرشون بشه. این که مثلا من از دوره دبستانم یه چیزایی یادم میاد که معلم، مدیر، معاون، بعضیاشون البته با بچه ها رفتارهای خیلی بدی داشتن، مخصوصا با اونایی که یه ذره بچه های ساکت و آرومی بودن، حالا از لحاظ مالی یه ذره پایین بودن، خیلی باشون بد برخورد میکردن. البته میگم همشون نه، بعضیاشون. بعد اینکه این فرقایی که میذاشتن تو کلاسا باعث میشد که روحیه بچه ها خیلی بد بشه، خیلی تاثیرات بدی میذاشت. چون مدرسه از اول گفتن که خانه دوم بچه هاست دیگه، خیلی چیزا رو هم ما از معلم ها یاد میگیریم، خیلی رفتارها، خیلی تنشهایی که تو وجودمون مونده باعث و بانیش بعضی از معلم ها هستن که نتونستن خوب برخورد کنن. خب حالا شما فکر کنم یه بار در مورد این که یکی از معلماتون با شما بدجوری برخورد کرده بود و دیگه از درس و مدرسه متنفر شدی، یه خاطره ای داشتی. البته این موردی که گفتی خیلی خیلی مهمه و عامل اصلی میشه گفت. معلم ها باید گوش کنن. الان دیگه زمان اون موقع ها نیست دیگه، معلمان دیگه
روشن شدن مثل قبل نیست. مثلا درس که نمیخوندی مثلا به اولیا اطلاع میدادن، اولیا مثلا سفارش میکرد که مثلا بدتر رفتار بکنید. خود بزن اگه آره بچه مثلا دقیقاً میگفت بچم اگه درس نخون، اگه بی‌ادبی کرد، یعنی این حقو میداد به معلم و معاون مدیر که شما میتونی هر کاری دلتون خواست بکنید. هر حال ما اون موقع مثلا فرق داشتیم، مثلا پسر بچه‌ها بیشتر مثلا جنب و جوش دارن و فعال هستن. ما اون موقع ها همیشه ناظم تو حیاط با یک چوب دائما بین بچه‌ها بود، این همیشه ترس بود. داخل کلاس هم که معلم با اون شدت برخورد می‌کرد، یعنی اصلا ارتباط مثلا عاطفی دوستانه با بچه‌ها نمیشد. اینجا هم پارت بازی می‌کردن، یعنی مثلا بچه‌های معلما مثلا همیشه زیر نظر بودن، به اونا مثلا یه چشم دیگه نگاه می‌کردن، بیشتر اونا رو مثلا مد نظر داشتن. آره دیگه، همون تبعیضی که گفتم فرق می‌ذاشتن. آره. خب اونا هم آگاه نبودن. خب چی میشه معلم باشه؟ آگاهی نداشت، فرق میذاشت تو کلاس و این باعث میشد که خیلیا سرخورده بشن. به زور میخواستن همون بفرستن، بحث همون به زور فرستادن به بهشته. فیلم چیز بود، مارمولک به زور بفرسته. اینا میخواستن با چوب و با کتک و ترسوندن، میگفتن ما میبریم شما رو میندازیم تو انباری اینجا بین مارها. مثلا به ما اینا میگفتن. مثلا ما هم فکر میکردیم انبار چیه، کجاست، اونم هیچ. با همین ترس رو کاشتن، کتک زدن و تنبیه و همین سلسله مراتب بود تا دبیرستان 12. همین روند بود. اونجا هم فرق داشت. یعنی عامل اصلی فراری شدن بچه‌ها از مدرسه همین تنبیهاتی بود که مدرسه اعمال میکرد. خانواده هم که مثلا فرهنگ اینطور بود، همراه معلم بودن. آفرین. این خیلی عامل، همون که اشاره کردی. خب یه مورد دو مورد نبود. مثلا ما زنگ‌های تنفس می اومدیم بیرون، بچه‌ها به هر حال بازی می‌کردیم، بازیگوش بودیم، خیلی فعالیت داشتیم. آره دیگه، اون یه سنیه که آدم همش فعاله، دوست داره این ور اون ور بدوه، همش میگفتن ندو، این کارو نکن. نمیدونم که محدودیت بود. ترس و اینا مثلا اینا همش عامل شدن دیگه. اونایی که تنها من نه مثلا بیمیل بودم برای درس، اونطور هم نبود. بعضی موقع ها خودم مثلا درس هامو یادم هست انجام میدادم، مینوشتم یا مثلا تکالیفم علاقه من میشودی. آره یه انرژی خوبی داشتم میرفتم مثلا. اما اکثرا همین بود دیگه. معلم‌ها اون موقع می اومدن، مثلا معلم‌های خانم بودن، مثلا اونجا با کاموا لباس چیز می‌کردن، می‌بافتن تو کلاس. آره تو کلاس. بعدن یه همچین رفتارها مثلا با تندی برخورد کردن. من فقط تنبیه یه بارشو میخوام بهتون بگم. یه بار من زیاد تنبیه نشدم، چون اولا مثلا خیلی سعی میکردم تکالیفمو انجام بدم. یه بار دفتر زبانمو نبرده بودم مدرسه. بعد اینکه معلم زبان انگلیسیمونم خیلی نمیدونم، شاید من اونجوری فکر میکردم، احساس میکردم خیلی آدم عصبی هستش. بعد اینکه من دفترمو نبرده بودم، گفت دفترت کجاست؟ گفتم یادم رفته مونده خونه. حالا دقیقا یادم نیست، شاید ننوشته بودم، الکی گفتم که نیاوردم، یادم نیست. دفتر اون دوست بغل دستیمو ورداشت، کوبید سرم. خیلی ناراحت شدم، خیلی. ببین الان چند سال داره میگذره، من مثلا این تو ذهنمه، هرچند که سعی میکنم اون معلممو بخشیدم، ولی اون خاطره وقتی میاد ذهنم ناراحت میشم. یه همچین خاطره هایی وقتی تو ذهن بچه ها هست و با این ذهنیت بزرگ میشن، تو آیندهشون خیلی تاثیر بدی داره. الان درست من یه خاطره ذهنم اومد. ما اکثرا برای اینکه مثلا بهانه بیاریم، معلم که مثلا تکالیف رو میخواست اول میگفتیم مثلا مونده خونه. این یکی از ترفندهای اون موقع ها بود. من یه خاطره خنده دارم بگم. من بین خونمون و مدرسه یه باغ بود، الان اونجا مسئول شدم.
بین چیز خونمون و مدرسه زیر یکی از درخت‌ها کتابمون اونجا چال می‌کردن. زیر خاک می اومدن به مدرسه که تکالیف یا مثلا درس هر چی می‌خواستم میگفتم مونده خونه. میرفتم خونه میگفتن درست، گفتم که مثلا مونده مدرسه. آره مونده مدرسه. یه بار اتفاقا اینو اما یکی از دوستان همکلاسیام، اونم که هم کلاس بودیم، هم محله بودیم، هم بازی بودیم با هم. من موقعی که در می آوردم کتابو دیدگاه گفت اینجاست پس کتاب. بس قضیه اینه خونه. خلاصه این چند سال همینطور میگفتن. تو مدرسه میگفتی مونده آره، خونه هم میگفتی مونده. حالا جالب اینجاست، ما یادتون باشه یه دسته های 10 تایی مداد و تو کتاب ریاضی بود، به ما گفته بودن بریم مثلا تو با چوب یه عین شکل مداد تراش آره بدیم، دیگه کاردستی درست کنیم. منم چون بیشتر علاقه داشتم یه بهانه‌ای هم داشتم، خلاصه خونه گفتم من میرم به هر حال کاردستی اینا تکالیف بایستی این دسته رو درست کنم. اومدن اونا رو قشنگ از باغ تمیز قشنگ با دوستان درست کردیم. اونم گم کردم موقع رفتن. یه بار خواسته. آره اونم گم کردم، یعنی رفتم مدرسه اونم که گفتم آقا پس این کجاست کجا موندم، واقعا گم شد دیگه. یعنی خاطرات خیلی زیاده. اما بحث اصلی، اما مورد اصلی زده شدن مثلا بچه‌ها از مدرسه اینا بیشتر به خاطر رفتارهای مدرسه با خانواده است. الان همون برنامه رو اکثرا تو خونه هم پیاده کردیم ما. نه دیگه الان بچه‌ها دیگه خودشون تصمیم میگیرن. خیلی قشنگ میگن که من مدرسه نمیرم، میگن من مدرسه رو دوست ندارم. اون موقع ما اصلا جرئت نداشتیم بگیم من مدرسه نمیرم. هیچ کس نمیتونست این حرفو بزنه. حالا هم تو خانواده هم دیگه یه جورایی تو جامعه سرخورده میشد. خلاصه این که مدرسه ما هم اینجوری بود و خیلی فعال بودیم. من خودم دوره راهنمایی دیگه جایی نبود که فقط مدرسه میرفتیم. بعد اینکه بعد از ظهر هم میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم. چه کوچه های پر جمعیتی داشتیم. از هر خونه 5 تا 6 تا بچه میومد بیرون. الان خونه پدر منم همون کوچه‌ای هست که اونجا بزرگ شدیم. وقتی میریم میبینیم انقدر ساکته، هیچ کس نیست. فقط حالا بعضیا که نیستن، خیلی نیستن. واقعا آدم دلش میگیره دیگه. زندگی اینجوریه. حالا اول حرفامونم گفتیم که نگذار تو را غم بنشاند در بند. دیگه مجبوریم اینجوری باشیم، اینجوری پیش بریم، نذاریم که غم و غصه دیگه تو دلمون بزرگ بشن، اجازه ندن که ما شاد باشیم. خیلی ولی خوش میگذشت. بعد از ظهرها که از مدرسه می اومدیم تو کوچه بازی میکردیم. چه بازیایی. البته بیشتر دخترها چون خونه بودن مثلا مدرسه برای اینا یه تفریح هم حساب میشد. آره دیگه مدرسه یه تفریح خیلی بزرگی بود. مثلا اون لذتی که مثلا شاید شما، من نظرم البته، دخترها میبردن از مدرسه بیشتر هم میخوندن، درسشون هم خوب بود. پسرها نمیگم ما به این صورت برگردی کلا به این صورت نبود مثل دخترها. مثلا ما دنبال همون چیز بودیم که زنگ آخر زنگ بخوره که از اون چیز زندان آلکاتراز فرار کنیم بریم به بهشت. آره دیگه واقعا بیرون بهشت بود. چون الان وقتی نگاه میکنیم به اون دوره ها فکر میکنیم هیچ یاد ندادن به غیر از اینکه ترس و یه سری محدودیت ها، هیچی به ما یاد ندادن. فقط گفتن این نمره رو بگیری. مدرسه تأثیری نداشت اصلا. هیچ تأثیری نداشت مدرسه. اگه قرار بود با مدرسه باشه الان کلی از دوستان، کلی از همسن و سالای ما درسشون هم خوندن. اتفاقا اون بچه‌های تنبل اکثرشون سرمایه دارن. واقعا میگن بچه‌ها که متوسط بودن مثلا نمره های 10 9 همین رده ها اکثرا زندگی های خوبی دارن.
در عوض هم البته هستن. بستگی داره که زندگی خوب به چی بگیم. از حالا من از لحاظ مادی من اینو میگم. اونی که ما چون بیشتر مدرسه رو به خاطر این میگفتیم که مثلا در آینده فرضاً بریم دانشگاه، یه کاری بشیم، کارمندی بشیم، حقوقی بگیریم. اون موقع اینطور بود. دقیقاً اونجوری بود. برای دیگه. حقوق بود دیگه. اصلا برای رشد و آگاهی هیچ نبود که. حالا حتی تجارت هم مثلا اونجا مد نظر به اون صورت نبود که محدود موقع‌ها اون تفکرات. فقط همه دوست داشتن دکتر بشه. آره کارمندی و دکتر و اینا. میخوای چه کاره بشی الانم دیگه. آره. به بچه‌ها میخوای چه کاره بشی؟ دکتر. ماما میخوای چه کاره بشی؟ بابا همون تفکرات هست. همون من بهشون میگم که اینا همون جاهلیت‌های پیشرفته است. همون مونده، شکلش عوض شده، با اون سیستم میاد. دقیقاً. واقعا این کلا خودمون تجربه میکنیم، اینو میبینیم که چی هست. اصلا یادمون رفته که ما مدرسه میریم برای چی؟ برای آگاهی برای چی؟ برای اینکه بتونیم به خدا نزدیک بشیم. چیزی که اصلاً بهش توجه نمیشه همون اصل کاری خداست، همون اصل کاری درونمونه که هیچ وقت تو مدرسه اینجور چیزا رو یاد نگرفتیم. اونجا فقط گفتم تمام فقط درون داغون میشد. با رفتارهایی که میکردم واقعا درونمون داغون میشد. حالا من نمیگم من زیاد تو مدرسه آسیب ندیدم، ولی به هر حال میتونست خیلی بهتر از اینا باشه. آگاهیمون، رشدمون. البته یک چیزی هم هست، درست مدرسه هیچ کاری نکرد به غیر از این که مثلا ما بعدها متوجه شدیم که چقدر پسروی کردیم از لحاظ رشد روحی. اونی که بتونیم رو پای خودمون بیستیم، بتونیم حرفمون رو بزنیم، بتونیم مثلا اظهار وجودی بکنیم، جسارتی داشتیم، اینا رو از ما گرفتن یه طورایی. آفرین. همون موقع‌ها یه طورایی از ما گرفتن این مسئله رو. اما یه چیزی هست، بعداً تو زندگی آدم به یه سری مشکلاتی برخورد میکنه، میگه که بابا اون زمان مدرسه عجب اوقات خوبی داشتیم، مثلا خیلی راحت مثلا. ولی دیگه راحتی آره. نیست که مهم اینه که آفرین، مهم اینه که آدم یه چیزایی یاد بگیره. وقتی حالا الان دیگه فرصت داریم بررسی میکنیم، میگیم حالا این مشکل از کجا اومد، اون مشکل از کجا اومد، تازه داریم میفهمیم که همه این مشکل از کجا بوده. نتونستیم حتی خیلی همه تجربه کردن. اونایی که مثلا تقریبا یه تجربه هایی مثل من داشتم زمان مدرسه، ما نمیتونستیم حتی حق خودمون رو بگیریم، چون میترسیدیم دیگه نمیتونستیم. مثلا نترس ما اینطور معنی میکردیم که مثلا شب میرفتی بیرون نترسی، مثلا شب بری به جایی، یا مثلا از تاریکی نترسی، یا از مثلا موش و گربه نترسی، یا مثلا با یکی دعوا میکردیم نترسی. اصلا معنی ترس اینا نبود کلا. که خیلی واقعا فعال بودیم، دعوا هم زیاد میکردیم، هر کاری اون تو اون سن و سال. اما الان متوجه میشیم که اصلا اونا بحث ترس نبود، اونا از ترس بود که دعوا میکردیم. اصلا شجاعت نبود. اون موقع به اونا میگفتیم شجاعت. الان هم خیلی دارن اشتباه میکنن. حالا ما هم داریم تجربیات خودمون رو میگیم، نظرات خودمون. قضاوت دست خود اونیه که میخواد نگاه کنه، انتخاب کنه. ما هم داریم تجربیات خودمون رو میگیم، چجوری اومدیم به اینجا رسیدیم. اکثرا میبینیم والدینم یکی دیگه رو مثلا به روی آدم بلند، مثلا پسر عموت ببین مثلا خونده فلانه، آره دیگه مقایسه. الان مثلا ما حتما بایستی میرفتیم دانشگاه یا نمره خوب میگرفتیم. مثلا فرضاً بابام میومد مدرسه، گفتم مثلا یا مدرسه مثلا این درسش وضعیتش یا خودش میومد اونجا مثلا خوشحال بشه، مثلا بگه بله دیگه مثلا داداش بزرگم خودش میگه نمره‌هاش مثلا اکثرا بالا بود. مثلا مدرسه من شاید مدرسه اون 2 بار میرفت، مدرسه من شاید 1-2 ماه یه بار میومد، چون مثلا نمیخواست. آره دیگه اونم دقیقاً یه ماتریکسی بود. الان چجوری توی یه ماتریکس گیر کردیم
کل دنیا تو اون ماتریکس بودن دیگه. الان هم هست، بچه میره مدرسه، ما اون موقع مثلا متوجه نبودیم، اصلا راه دیگه ای وجود نداشت، واقعا همه رو مقایسه میکردن. دختر عمو تو ببین، فلانی رو ببین چه خوب درسشو میخونه، همه نمرهاش 20 ها متفاوته. میگم یعنی اون موقع، الان هم دقیقا اینجوریه، بچه ها رو به زور میخوان که باید پزشکی قبول بشی، بعد باید این رشته رو انتخاب کنی، اون رشته رو انتخاب کنی. یه اجباری گذاشتن که جلوی بچه ها همه قربانی شدن، همه قربانی شدن. اینجا من مثلا آرزوی خودم میخوام مثلا بچه خودم اونو برم محقق کنه، مثلا دیگه من چون نتونستم آره. دقیقاً خدا رو شکر که من در مورد درس مثلا یه آرزویی نداشتم که بخوام محقق بشه که مثلا بچه‌م مثلا گفتم خودتون حالا خوب درستون هر طور راحت خواستین هر چی درست. حالا دیگه اینجوریه. مدرسه ما هم خاطرات خیلی زیادی داریم، یواش یواش که یادمون میفته میخوایم خیلی طبیعی، خیلی ساده و واقعا نچرال پیش بریم که هرچی ذهنمون میاد رو، هرچی هستی و کائنات میطلبه اونو بگیم. اصلا برنامه ریزی نمی کنیم، میگیم که خدا هر جوری خواست اونجوری بشه، چون همش به هم میخوره، هیچ کدوم اصلا میگیم که هر جوری شد، هر حرفی ذهنمون خدا آورد اونو میگیم. قبلا اصلا هیچ هماهنگی انجام نمیدیم. انشالله که بتونیم اونجوری که خودمون دوست داریم و اونجوری که شما دوست دارین پیش بریم، شما هم بتونید استفاده کنین. در حال مطالب، تجربه هایی که اینجا گفته میشه شاید به درد بعضیا بخوره. مثلا انشالله ما هم هدفمون اینه که مثلا ما میخوام خاطرات زندگی خودمون رو رک واضح بدون سانسور بگیم اینطور بود زندگی بود. الانم باز همینطور راحت بدون چیز بحث، الان امروز هم بحث درس بود. بدون سانسور گفتی. آره خیلی خوشحالم که واقعا میگم که درس نخوندم، واقعا پشیمونم نیستم. خدا رو شکر تو هیچ وقت از هیچ کارت پشیمون نمیشی. وای خیلی خوش گذشت، برای ما هم خوش گذشت. اومدیم این طبیعت خیلی زیبا، خوشگل، جنگل، آب، جنگل های بلگراد هستش، یه آرامش و سکوتی هست. بلگراد اینجا هم فضای این آبگیرم که هست پر از ماهی و الان بعد پرنده های مهاجر اکثرا این فصل اینجا هستن. چون ما رو میبینن بلند میشن. الان میخوایم ماهی گیری کنیم. آره بلدی؟ بادمونم که اومد ماهی گیری که نه، من ماهی نمیگیرم، نه به خاطر اینکه قبلا تور همه چی بلد بودم، تور انداختن همه چی، اما الان دیگه اون جرأتو ندارم یه ماهی رو صید بکنم، واقعا نمیخوام. آفرین دلت نمیاد؟ نه اصلا، چون دیدنش زیبایی داره. اون اکثرا میاد اینجا میگیرن، چند بار اومدیم اینجا میگیرن، اینجا هم کباب درست میذارن، مثلا اینجا آتش درست میکنن میخورن، اما دیدنش خیلی عالی تره، لذتش به این که ببینی ماهی و قشنگ. بیا ما هم یه گلابی بخوریم. ببخشید دیگه اگه هوس کرده باشیم. بعد همه شما رو بسپاریم به دستای خوشگل خدای مهربون. خدا حافظ شما. تا بعد.